صحبت ما درباره عامل‌هایی که امروز با افراط‌گرایی جامعه مساعدت میکند و با جلب کردن جوانان تاجیکستانی با سازمان‌های تروریستی و همچنین عامل‌هایی که میتواند از این ظهورات نامطلوب یعنی بازداری کند درباره این صحبت میکنیم. از اما میخواستم از شما یک سوال را پرسان شوم. چرا محض تاجیکان به عنوان اجرا کنندگان عملهای تروریستی انتخاب و تعیین میشوند و ضمناً اون عملهای تروریستی که با اشتراک جوانان تاجیک صورت میگیرد کوشش اطلاعاتی بسیار هم گسترده رو در بر میگیرد و اینجا سوال این است که آیا این به موقع تاجیکستان وابسته به اعتراف نکردن حکومت طالبان است یا در دوره سنار یگون بازی‌های دیگر عملی می شود؟ مرحمت. یک چیز گفتیم مسلم است و باعث تعجب هم نیست که امروز نام برخی از اینا نفرای همتبارای ما تاجیکان در نسبت او اعمال تروریستی که به غربی رخ دادند بلندتر صدا می‌دهد نظر به نام دیگر قوم و ملت ها و این یک عاملی است که گفتیم هنوز از که به خاطر بیاریم از سالهای 2000 هنوز وقتی که بعضی فرزندان ناخلف بعضی تاجیک‌های ما از گلمراد علی سر کرده و دیگران در اعضای دولت اسلام به نام اسلامی شدند و اون زمان البته یک چیزی خیلی اساس اون بود که از هویت قومی یا تباری مردم چندان سخن نمی رفت و بیشتر به هویت دینی و مذهبی اونا گفتیم تکیه میکردن و توجه میکردن و اونم به نام تروریستای اسلامی. حوادث اخیر بخصوص حمله مرگباران مرگطلبان به شهر کرمان ایران که وقتی که هنگام تجلیل یادبود یک از جنرال ایرانی گفتیم چند نفرای بیگناه رو در اونجا به قتل رساندند و بالاخره واقعه کراکوس سیتی هال مسکو که در اونجا نام تاجیکان به قول معروف باز هم زیادتر به دفتر شد و اکسنت یا که توجه زیادتر به نام تاجیک و تاجیکستانی شد. خب چرا در جواب شما فکر میکنم که البته هر یک واقعه کراکوس سیتی هال و کرمان با یک شباهت دارن لیکن باز خصوصیت‌های فرق کننده هم دارن اما در مجموع فکر میکنم که یک چیز مسلم است که هر این حوادث با گفتیم او واقعی ژئوپلیتیکی یعنی که جغرافیای سیاسی که منطقه و جهان که امروز است با اون سخت مربوط هستند. خب رسانه‌های غربی و رسانه‌های روسی و اونایی که به روسی نزدیک هستند این واقعه رو به طرزهای مختلف شرح دادن چون که ما چی کردیم مشاهده کردیم خودمون. انا اون وقت ما در بیرون از کشور بودم و رسانه‌های بریتانیا بسیارتر همون توجه به اون میکردن که این تروریستات به یگان گفتیم تحلیل پیشکی به این چیز این دولت اسلامی است. خب دولت اسلامی هم گفتیم این چیزا چی کرد رسما اعتراف کرد که گویا عسکران اونا این کار انجام داده باشند لیکن رسانه‌های غربی گفتن که دولت اسلامی است. خب در برخلاف رسانه‌های روسی و رسانه‌هایی که شریکای روسی هستند اونا این را خواستند که چندان رنگ دینی ندیند و بیشتر رنگی گفتیم قومی و بعد علاقمند کنند با او واقعی که امروز در اوکراین میگذرد و اگر هر دو این چیزا مقایسه کنیم یک بازی بین این دو کشورهاست که اونا به کدام منفعت میخوان استفاده کنند. اگر روسا اون رو میخوان با واقعی اوکراین گفتیم ربط دهند بریتانیا و امریکا و دیگر کشورهای غرب که طرفدار اوکراین هستند میخوان اون رو از اوکراین دور کرده بازم به مو دولت اسلام بیارن و بیچاره تاجیکای ما در این میان هم چک بازیچه موندن. باز گفتیم که طالبان هم که شما گفتید که طالبان چی نظری بیدارن طالبان خیلی خرسند شدن و داره گفتن که انا دیگر ما تروریست یا نیستیم و انا پیدا شد یک قومی که یا تاجیک باشد. خب فکر میکنم که البته باز هم برگه در این حوزه‌های ژئوپلیتیکی که ما امروز قرار داریم ما را یک بازیچه کردن به فکر شخصی. اگر در ادامه آن چی که صحبت فرمودن بیرون از اون عامل‌های ژئوپلیتیکی که هست البته همیشه در جهان بازی‌های ژئوپلیتیکی هستند ولی اگر به این مسئله ما کمتر باز از داخل نظر کنیم اون با پوشش اطلاعاتی مسئله
اون روایتی که حالا بسیار تلقین می شود در رسانه ها که گویا تاجیکان محک و اصل و ریشه داعش خراسان باشد اصلا واقعیت ندارد، چون همه میداند که رهبریتی سطح عالی داعش خراسان تاجیکان هستند، نه تاجیکای افغانستان و نه تاجیکای تاجیکستانی و حتی در بگیم زینه رهبریتی با اونها هم نیستند. با عنوان یک بگیم انتحاری و یک مواد مصرفی بیشترند، ولی چرا همین مسئله بسیارتر پوشش می شود درباره تاجیکستان؟ چنانکه که شما گفته در ادامه گفته شما موقع تاجیکستان در مسئله اعتراف نکردن طالبان البته از موقع جهانی زیاد فرق نمیکند، هیچ کس طالبان را اعتراف نکرد، ولی تاجیکستان این موقع را قاطعانه بیان کرد، بسیار قاطعانه بیان کرد و البته یک چالش ها اینجا دو چیز شد، یک چالش ها بین طالبان و تاجیکستان و تاجیکان افغانستان شد و از لحاظ دوم از لحاظ جامعه جهانی، چون در این صورت وقتی که همه خاموشن بلند کردن صدای کشور دیگر هم میتوند یک غیرت و رشک دیگران هم بیارند. و اگر از سال قبل پیگیری کنید چند سخنگوی طالب حتما میگفت که این تاجیکستان خود به یک چیز داعش تبدیل یافت و غیره و هکذا. البته تا اندازه از لحاظ فکت و شماره و چیز زمینه واقعی دارد و حتی سرور دولت هم در سخنرانی خود تاکید کرد که یک ایده از شهروندان ما پیوست شدند، ولی چنین اکسنت روی این مسئله ماندن برای چی هست؟ در اینجا جامعه جهانی در انتخاب میگذارند، یعنی هستند طالبان که بچهای بد هستند ولی هستند داعشی ها که بدتر هستند و شما باید میان بد و بدتر انتخاب کنید و اگر خواهید که با اون بدتر مبارزه کنید حتما شما باید با نحوه و یک شیوه با طالب در گفتگو باشید یا اگر اعتراف هم نکنید تا یک اندازه با آنها همکاری داشته باشید. ولی در اوید به مسائل افراطی شوی تاجیکان هم باید ما اعتراف کنیم که واقعا هم سالهای اخیر سطح افراطی شوی هم در جامعه هم در فضای اطلاعاتی واقعا هم زیاد شده است. این بنابر عامل‌های گوناگون هستند که در این مجموعه عامل‌ها هست، عامل‌های اقتصادی هستند، عامل‌های سیاسی هستند، عامل‌های بگیم روانی و فرهنگی و غیره و هکذا. یعنی این مجموعه عامل‌ها است و در هر یک حالت علاهیده باز این مجموعه عامل‌های گوناگون هست. اگر به واقعیت تاجیکستان ما نگریم، چرا تاجیکان امروز از اون داعشی که در خاورمیانه بود دیگر تنها نمیموند و تنها چیزی که مطرح از داعش خراسان هست که بیشتر در قلمرو خاک افغانستان و پاکستان امروزه قرار دارد و حتما که برنامه آنها و هدفهای آنها اون هدفهای جهانی است، بیشتر روی منطقه قرار دارند و در اینجا تاجیکان و تاجیکستان به عنوان یک مواد مصرفی مفید بسیار مفید هستند. چرا؟ اگر خواستین که مثلا یگان عملیات تروریستی در ایران انجام دهی حتما خب یک فرد فارسی زبان خوبتر است از آنی که مثلا یک عرب رو بیارد یا یک مثلا یک افریقایی یا یک اروپایی رو، چون زبان میدوند و ما در اون واقعه کرمان دیدیم که مثلا متاسفانه شهروندان ما رفتن و مرز را عبور کردند و خب همزمان هستند، چیزی زیاد ندارد، یعنی نسبت به آنها حساسیت زیاد نیست، یا در حدودی مثلا بگیم افغانستان یا در حدود کشور آسیا مرکزی و حتی حدود روسیه و اروپا اونها از همین به اصطلاح خب بگیم دیاسپورا یا بگیم که یک جمعیت های هموطن های شهروندانی همین برون مرزی شهروندان آسیا مرکزی نه تنها تاجیکان بلکه مثلا ازبک ها یا قوم های دیگری افغانستان زیاد استفاده میکنند برای تشکیل به اصطلاح خلقه های خفته تا اینکه آنها رو در عملیات تروریستی استفاده برند، چون داعش خراسان امروز مثل اون داعش کلاسیکی خاورمیانه در جنگ نیست، جنگی مثلا سنگر نیست و نیاز به رزمندگان زیاد ندارد، یعنی که اونها رو بسیج کند، ولی اگر نیاز پیدا شد شاید جلب خب رزمندگان برایشون خب مشکلی نیست، ولی چون تاکتیک اونها بیشتر به جنگ‌های چریکی بر ضد طالبان است و به این عملیات تروریستی داخل افغان تمرکز آنها هم در مثلا بسیج و در جلب سازی جانم بیشتر روی تأسیسی همین خلق‌های خفته در کشورهای گوناگون زود آنها رو تأسیس دهند و زود آنها رو در عملیات تروریستی استفاده برند. البته در اینجا سوال‌ها بیشتر از جواب هستند هنوز و اون روایتی که مثلا روایت رسمی رسانه‌های روسی هم باز اون سوال‌ها رو بیشتر کرد، ولی ما
بیاید با واقعیت با فکت ها نگاه کنیم. اون نفرانی رو که رسانه‌های روسی همچون اجرا کننده این عمل تروریستی نمایش دادن اصلا شبیه تروریست نیستن. نه اون وقار نه اون چیز اعتماد به نفس دارن و در اینجا اینها یا فریفته هستند یا مثلا یک گروه دیگری بود که برای بیرون بردن توجه به اصطلاح نیروهای ویژه و مقامات حفظ حقوق برای این چیز شدن. برای خود اینها بسیار ترسو هستند. اینها بسیار از چهرهشون پیدا نیست که اینها افراطی اند یا که شاید مثلا بسیار در یک مدت کوتاه به این چیز پیوست شدن اگر هم پیوست شده باشند. برای چی میگم؟ اگر در خاطر داشته باشید اون حادثه ننگین حمله تروریستان در دهنه که به سیاحان خارجی صورت گرفت در اونجا داعشی بودن، واقعا داعشی بودن که داعشی سرسخت بودن که بیعت کردن و جانبداری پره اون اندیشه بودن. آنها با سلاح به اصطلاح سرد با تبر و با کرد حمله کردند. یعنی نه سلاح آتشفشان داشتن نه یگان مواد ترکنده، ولی چنان هم مثلا با وحشت و با خشونت زیاد با آنها این عمل تروریستی انجام دادن. یک و دوم وقتی که نیروهای ویژه یعنی الفا رفت خواست که آنها رو دستگیر کند با همون تبر و کرچه با آنها حمله کردن، هجوم کردن. یعنی آدمی که افراطی شد میخواهد که یعنی مرگ برای آنها شرف است. شخصا در من همچون کارشناسی که با این مسئله سالیانی سر کار دارم حتی در کاربران عادی فضای اطلاعاتی هم سوالهای زیادی پیدا آورد و برای همین هم ما چیزی رو میتونیم بگیم که واقعا هم امروز از روی اون داده و از روی آن آماری که داریم خطر فعالیت تروریستی وجود دارد و خطر جلب شدن شهروندان ما هم هست. تمایل هم هست و آمار رسمی دولتی و اون بیانیه های خودی رهبر دولت و بیانیه های گروه های افراطی و تحلیلگران همه بیانگر این چیز هستند. اما سوال اینجا این هست که آیا تاجیکان در اینجا تصمیم گیرنده هستند یا خودشان قربانیان این بازی ها؟ این سوالی اساسی است که باید در این سمت ما بیشتر اندیشه کنیم. جلب جوانان تاجیکستان با سازمان‌های تروریستی خودی رهبری دعوت هم گفتیم در سخنرانیشان در واخوری با خادمان دین و فعالان جامعه این نکته از این وضعیت اظهار نگرانی کردند. یک سوال به میان میاد. تاجیکستان حکومت تاجیکستان اینقدر مبارزه میبرد، اینقدر تدبیرهای مشخص اندیشیده شد در این سمت و خود جامعه تاجیک هم وقتی که میبینیم بسیار هم یعنی که این ظهورات رو محکوم میکند و شعارهای خیلی سخت هم دارند ولی نتیجه نمیتید. نه خب نتیجه هست. بیاید یک چیز بگم. بیاید اول از نتیجه ها صحبت کنیم و بعد از اون کمبود و از اون چیزهایی که متاسفانه خواستمون نشد. بیاید از اون نتیجه های بگیم مثبت رو صحبت کنیم. اول اینکه تاجیکستان چون با این مشکلات روبرو شد، اولین کاری که تصمیمی که در ما شد، ما اولین کاری کردیم سال 2013 و 14 یک قطار تغییرات در قانونگذاری کشور صورت گرفت. مثلا امکان عفو برای افرادی پشیمان شده و از این کرده خود برگشت شد که مثلا در این بی سابقه اگر در مقایسه با کشورهای منطقه حتی بگیریم. دو، در تاجیکستان در قیاس باز با همه کشورهای همسایه شهروندی کسی برای صادر نمودن این عملیات تروریستی اکستریمیستی بیکار نشد. یعنی چی؟ یعنی دولت مسئولیت خود رو نسبت به این شهروندان از خود سبکدوش نکرد. کشورهای همسایه بسیار خوب کردن. خوب در ناخودک و اون معنایی که شهروندشون تروریست شد به گروه اکستریمیستی پیوست، شهروندی او بیکار شد، دولت دیگر هیچ مسئولیتی از اون ندارد. ولی در مورد مثلا تصمیم همش شد در سطح خیلی بالا که نه خیر اونها شهروندان ما هستند، اگرچه جنایت صادر کردن اگرچه خطا کردن خب و حتی اگر باید اونها زندانی هم شدن بهتر است که در همین تاجیکستان زندانی شد از آنی که در بیرون از کشور باشد. و این تدبیر باعث شد که بیش از 1000 نفر افراد برگشتن و او شدند و باز تقریبا نزدیک به 500 نفر زنان و کودکان از منطقه های جنگ زده برگردانده شدند و چند بار باز زندانیان او شدند. این یک بگیم از لحاظ گومانیستی یک تدبیر خوب بود. و حتی من یک چیز بگم، اینجا بودن بعضی از شک و شبهه هایی که اگر ما اونها را عفو کنیم آیا اونها دوباره برمیگردند یا نه. خب عمر اگر چندی حد کمتر کهنه هم باشد، سال
18 بود بنابر آماری که وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرد. 111 نفری که مردانی که عفو شدن از آنها تنها 2 حالتی برگشتن بود، یعنی رسیدیو. یعنی از 111 نفر تنها دو حالت، یعنی این حتی از اون جنایت‌های مثل دزدی و دیگر کمتر هست حالتی برگشت. یعنی واقعا هم هستن افرادی که میتونن پشیمان شود و از این چیز روی بردن. این ما رو خیلی خوشبین کرد. آگاهی جامعه نسبت به این مسئله خیلی بالا شد. اما اون چیزهایی که متاسفانه ما نتوانستیم موفق شویم چی است؟ در جامعه همگرایی و همبستگی در مقاومت بر همین خطر متاسفانه اون طوری که میباید به وجود نآمد. این واقعیت است، باید اعتراف کنیم. در سطح فردی آگاهی است. اول این خیلی بگیم که بغیر اگر گذشته از چیزی رسمی بینیم، از اون چیزهای رسمی، خود جامعه واکنش خیلی کم دارد نسبت به این چیز. مثلا ما خیلی کم می‌بینیم تشبس‌های جامعه را که مثلا بخیدن فعالان جامعه بدون یگان دستور از بالا که بیاید ما یا در همین محله خودمون حتمی نیست که مبارزه با تروریسم می‌کنیم. یک چیزهایی که مثلا می‌کنیم که جوانان ما بگذار درس‌های یگان زبان خارجی بخونن یا با ورزش مشغول شوند، این کمتر است. تشبس‌های اجتماعی خیلی کمتر هستند. یعنی که محکوم کردن فقط در سطح شعار و چیز. و دوم چیز متاسفانه ما نتوانستیم جامعه جهانی رو از بعضی اندیشه‌ها و دیدگاه‌های خود متقاعد سازیم. ما دستاوردها رو داریم، همون دستاورد نتونیم معرفی کنیم. یعنی استراتژیایی که ما قبول کردیم، 2 استراتژی خیلی برابرتر از منطقه. بسیار چیزها در منطقه با استفاده از تجربه تاجر رونویس شده استفاده شد. ما نتوانستیم اون متاسفانه به جامعه جهانی معرفی کنیم اون دستاوردها رو. یا در استراتژی دومی حال عمل کننده در متنش، من نمیگم در تطبیقش، تطبیقش خیلی ولی متن استراتژی که حال تطبیق شد خیلی متن خوب است. از لحاظ گندری، از لحاظ جلب جامعه شهروندی، از لحاظ خیلی چیزهای دیگر، ولی این ظرفیت رو باید استفاده شود. مثلا در استراتژی ما در فقط بخش گندری رو من میگم 9 بند هست برای اندیشیدن چاره‌های از لحاظ گندری فراگیر و حساس جهت جلوگیری از مثلا این افراطگری خشونت‌آمیز. در جامعه ما خیلی کم می‌بینیم تطبیق کنن. یا مثلا 3 بندی همین استراتژی بخشیده شده به مسئله عافیت بخشی و به حیات مقرر برگرداندن هم افرادی از منطقه جنگی برگشته، جنگیان، هم زنان و کودکان و هم افرادی که از زندان‌ها پس از مثلا ادای جزا برای جنایت تروریستی اکستریمیستی برگشته پیش بینی شده است. ولی تطبیق اون خب خیلی بد تطبیق می‌روند. یعنی ما دورنما داریم لیکن مکانیزم تطبیقی اون مکانیزم تطبیق حالا همگرایی جامعه نیست و حتی همگرایی من از تجربه همگرایی بین ساختارهای دولتی کمتر است. این تطبیق ارزیابی تطبیق استراتژی اول نشون داد که مثلا یک اداره با اداره دیگر بعضی وقتا هماهنگ نمیکنن رفتارشون، بسیار چوره‌بینی تکراری میشود یا از آمار همدیگر خبر ندارند. خب حالا خیلی بهتر شد. با شما هم فکر هستم در اون مسئله که رابطه عالی کشور وزارت‌های داخدار همه قریب که چهار رو میاندیشند تا پیشروی گفته یک پدیده نامطلوبی جامعه را بگیرند. لیکن از لحاظ بگیریم که کم تر اگر باز صفتی تئوریکی و فلسفی بگیریم که برای چی دیگر گفتیم بخشای جامعه که شما گفتید در برابر این بگیم که مثال وزارت معارف، خب کمیته دین، خب باز وزارت فرهنگ، آیا اینا برای عملی کردن امین گفتیم پیشنهادها و دستورات رابطه عالی کشور چی چاره‌های مشخص دیدند؟ خب هویت یک چیزی با مثلی اگر اون بگیریم یک ماتریوشکای روسیه، یک دول روسیه است که درون به درون است، یعنی شخص اول انسان است، بعد وای نمیدونم کدام منطقه است، بعد هویت دینی دارد، با هویت شخصی دارد، خبرهای گوناگون یعنی یک کدام یک آدم خوب به شکل یک ماتریوشکای روسیه. بله. خب برای این تشکل دادن یک کارهای بسیار گفتیم مهم انجام داده در کار و در اینجا با فکر شخصی من رول تعلیم و تربیت خیلی مهم است. تربیت دینی خب متاسفانه خیلی ما تربیت دینی است به اون درجه که باید باشد
با فکر من خیلی هنوز چی نشده است، مطابق نشده است. الان که البته این هم در گفتیم دستورات رئیس جمهور هستند و در چی دیگر هستند، لیکن به طرز باید شاید برای مانده نشده است. باید یک توازنی بین گفتیم تعلیمات دینی و تعلیمات دنیوی باید باشد. خب این البته بسیار عامل مهم است. اگر این به کار از همون گفتیم سینی خردسالی، حتی از باغچه تا به مکتب تا به دانشگاه، اگر خب ما در تاجیکستان اساساً مذهب حنفی است که مذهب خیلی گفتیم که میان رو، مذهب تأمل پذیر، عقلگرا است. باز مذهب خب یک گروه اقلیت اسماعیلی است که اون قریب اگر بسیار مانند دارند در این مسئله. و اگر که مردم ما از همین دو مذهب که هستند با تمام همو گفتیم پرینسیپاش و چی رعایت کنند، ما باور دارم که رو به دیگر طرفا نمیارند. وقتی یک منبع اخبار، یک منبع تعلیم نیست، اونا به کجا رو میارن؟ با اینترنت، با فیسبوک، با یوتیوب جگاه که پر است از عقیده‌ای که تماما با مردم ما، با ملت ما گفتیم اونا موافق نیستند. البته این کار اگر که وزارت معارف و گفتیم کمیته دین و دیگر رو به نظر بگیرن و یک برنامه گفتیم تعلیمی جور کنن که تا همین پیش روی، البته این کاری بسیار طولانی است، یک سال و 2 سال اجرا نمیشد، لیکن ما پایش الک امروز باید بگذاریم. من با این فکر شما موافق هستم. و ببینید بسیاری از عنصرهای ملی ما و فرهنگی ما با عنصرهای دینی همین خیلی آمیخته شدن که دیگر نمیشد اینش رو از اینش چی کرد، جدا کرد. مثلا در مثال من، این مثلا نام من رستم است که یک نام فارسی آریایی هست، مثلا عزیزی که چیزی من باز عربی هست، و من مثلا وقتی تولد شدم چون مثلا ما در گوش من از اون خواندن و باز رفتن از خانم‌ها زن‌ها باز بعضی از اون عرف و عادت‌های مردمی خود را کردن و از اون چیزها. یعنی ببینید اون عنصرهای فرهنگی دینی ما طوری به هم دیگر پیچیده است که نمیشه اینش ازش جدا کرد. من در مثال خودم میبرم که باز و ما میتوانستیم از بسیاری از آموزه‌های دینی یا حتی آموزه‌های حتی دینی هم نمیگم، از میراث معنوی نیاگان ما استفاده مثبت بریم. استفاده مثلا اندیشه سازنده هستند، اندیشه تحمل پذیری هستند. حتمی نیست که 100% ما بگیریم و تعلیم مدرسه قرار دهیم و دیگر در نظام معارف به مردم نماز و روزه و نمیدونم ادای مراسم انجام دهیم. ولی ما میتونیم بعضی پیام‌های مثبت و انسان دوستانه‌ای که در هم در آثار دینی هم در آثار ادبی در تاریخ نیاگان است، از اون استفاده سودمند بریم. چرا؟ باز هم میگم بسیاری از افرادی که افراطی میشوند و نه اون افراطی تقلیدانه، برای اون افرادی که آگاهانه افراطی میشوند، مشکلی هویتی آنها در اون بود که آنها بسیار به اصطلاح از ایده‌های مدرن و تقریبا آگاهی از این چیزها نداشتند. و وقتی که امین در سن سال بزرگ در 20 سالگی و چیز اولین بار میفهمد که در اینجا قرآن است، در اینجا اسلام است، از این چیزها واقعا در آنها یک شوک فرهنگی، یک شوک روانی صورت میگیرد و در هویت نوی خود، یعنی در عنصر نوی هویت خود، یعنی عنصر دینی، میتوانند به یک راه افراطی روند. و هنوز هم چون که سرور دولت هم تکیه کردن در بسیاری از سخنرانی خود و حتی در واخوری آخر با نماینده اهل دین، ما باید توانیم از همین عنصر دینی حیات جامعه هست که هست، ما نمیتونیم اون رو دیگر بیرون کنیم، استفاده مثبت کنیم، استفاده سوزانده نه سوزانده، توانیم از این عنصر به یک طور طبیعی زنده استفاده بریم، نه اون به طور صنعی. در پیوست البته با فرهنگ نیاگانی ما میتوانیم در برنامه مثلا وزارت معارف ما جاری کرد یک فن تاریخ دین و هدف از جای این فن همین بود که آگاهی خوانندگان از تعلیمات دینی زیاد شود. ولی همین نتیجه خوب نداره. برای چی؟ متخصص نداریم. ما در یک سنجش شرکت کردیم، همین فن تاریخ دین رو در مکتب‌ها کیا درس میدن؟ هم معلم جغرافیا، هم معلم ریاضیات، هم معلم انفرادیک. برای ما متخصص معلم تاریخ دین نداریم. یعنی همون کتاب خودش همون تاریخ دین و کتاب هم تماما یک کتابی کرخت که فقط یک خرونولوژی انا دین در پیدایش جغرافیا چیکار کرد، لیکن که چی هست مودین مواد فرنگی و دین چی از موادی گفتیم و برای بساطی طلبه ها هم نیست بسیار دانشگاهی هست برابر میاد یک چی کردن و مثلا ما میتونیم این هم یک پیشنهاد همچون پیشنهاد مثلا در سطح معارف ما چیکار کرده میتونیم؟ ما میتونیم خب فاکولته های دانشگاه‌های آموزگاری ما، مرکزی مثلا تکمیل اختصاصی معارف ما، خب با معلمای تاریخ ما هم سر کار دارد و ما در فاکولته های تاریخ
اختصاص زیر اختصاص داریم. مثلا هست معلم تاریخ و جامعه شناسی، هست معلم تاریخ و حقوق. ما میتونیم یک زیر اختصاص دیگه داشته باشیم، معلم تاریخ و تاریخ دین. خب یک مقداری فن‌هایی که باید لازمه که مثلا اون آموزگار در اون جامعه آموزد و میشد متخصصی دنیوی تعلیم فنی تاریخ دین. از نیازی مثلا تعلیمات دینی بدون هیچ چیز نیاز هم نیست که روحانیان رو به این کار چی کنیم جلب کنیم. یک چند نکته خیلی مهم گفتید بخید که میخواستم کمتر این شو شوندم. یکم که روی کرد به اسلام چگونه باید باشد و تعلیم آموزش اسلام خوب اون جنبه‌اش گفت که جنبه فرهنگی دارد، جنبه اقتصادی دارد، جنبه سیاسی دارد، خب تئولوژی است، کلام است. بس اگر که ما امو گفتیم خواننده ها را از صنف اول مکتب تا به دانشگاه هر جا براشون تعلیم دیم که اسلام فقط یک تئولوژی یعنی یک کلام شناسی نیست، فقط شریعت نیست، یک جنبه‌های دیگه فرهنگی دارد. میگیم که اسلام همچون فرهنگ، اسلام همچون سیاست، اسلام همچون اقتصاد. وقتی ما در دانشگاه کمبریج می‌خواندیم استاد ما محمد ارکون که شما دربارش فلسفه که ما فکر می‌کنم از دانشمندای بزرگترین اسلامی است، یکی از روشنفکرای روشنفکر بود. برای میگفت که وقتی اسلام میگویی یگان بار خالی نگیر، اسلام همچون دین، اسلام همچون فرهنگ، اسلام همچون تمدن. خب وقتی ما اینا رو بین اینا جدا گذاری کردیم در اون صورت ما میتونیم که گفته شما قد که همه جنبه‌های دیگر حیات جامعه را چه گذشته پیش از اسلامی ما و چی اون که در دوره اسلام کسب کردیم، بسیار فرهنگ غنی را ما در دوره اسلام کسب کردیم. خب صرف نظر از اون تئولوژی و دیگر چیزایی که داشت. خب از لحاظ تاریخی اگر بگیریم تا قرن 19 یک دوره گلگل شکوفی عالم اسلام بود که تمام عالم غرب از این هم استفاده میکرد. خب اثرهای فلسفی یک فکت تاریخی است که اثرهای فلسفی یونان و ریم از مسلمانان در دوره خلیفه مأمون از زبان لاتینی و یونانی ترجمه کردن به عربی و فرهنگ‌ها صورت گرفت. بعد مردم غرب که امروز افلاطون و اریستوتل و دیگر عالمان فلسفه رو میگن از ترجمه عربی آموختند برای که اونها دستخطای گفتیم خودشون اوریجینال یونانی لاتین باقی نمونده است. خب تو یک مکتبی کلام ترجمانی در دوره مأمون بود. خب بعد این مکتبایی که تشکل یافتن 4 مذهب بود، خب دیگه شیعه دیگه یافتن، خب بسیار چیز پیش قدم بود. لیکن بعدتر خب از سجده وهابی پیدا شدن و دیگر پیدا شدن یک پیش روی امو روشنفکری یا که در اسلام میگن در اجتهاد بستند که دیگر بحث و مناظره که نام میکردن عالم بین و گوناگون اندیشی هم در همین چارچوبه اسلام دیگر گم شد. دیگر گفتن تمام کسی که حتی یک خلیفه عبدالقادر میگه یک چی هم داره فرمان میگه که یک بحث شده بود که گفتیم قرآنی سخنی ساخته خدا است یا سخن خداست. بعد گفت اگر کسی میگد که قرآنی کلمه ساخته خداست خونش حلال است. یک فرمان خلیفه عبدالقادر در دوره عباسی‌ها بود. یعنی از همون دوره به قول علما درای اجتهاد درای بحث و مناظره در اسلام بسته شد. دیگه چیزی گفت همین مولا گفت دیگه میگه پیاز دیگه از بیرون نیست. خب میگن که بعدتر در عصرهای 19 یک چی اومد، یک دوره اصلاحات خواهی، یک دوره گفتیم رشد اسلام پیدا شد، محمد عبدو، حسن البنا و دیگرها پیدا شدن که گفتن که نه ما باید که اسلام میتواند با زمان مدرن یک چی داشته باشد، علاقه‌مندی داشته باشه و استفاده هم تو ببرد. یعنی از عقل ما از عقل و از گفتیم از بحث و از مناظره و از دیگه استفاده کردیم. به یک چیز گفته دوگما در یک دوگمای کرخت نمونه. در حاشیه اون چیزی که گفتم میخوام دو نکته دیگه را دوام دهم. ادامه منطقی اون چیز وقتی شما گفتید یکی از من خودم میگم این باوری من است که فاجعه فرهنگی منطقه ما که همین گوناگون اندیشی در اسلام و من همین اخلاق شد این دوره تیمور بود. چرا؟ اگر ما به اسلام تا دوره تیمور نگاه کنیم، سامانیان و حتی قراهان و حتی دوره مغول، مسئله این بود که علم و دین بسیار پویا بود، نه در اون شکل کرختی که بود. ترکیب مذهبی دیگر بود. یعنی مثلا گوناگون اندیشی بود. در اینجا اول سر کردیم که بیرون از مسلمان ها یک جامعه خیلی کلان مسیحی ها بود، مسیحی دستوری. خب بیرونی و دیگر هم ذکر میکرد و تا زمانی همین تیموری لنگ بودن و تیموری لنگ اینا را سر کرد. مثلا در داخل شهرها ترکیب مذهبی هم دیگر بود. مثلا بغیر از مثلا مذهبی حنفی و اون مقدار کمی اسماعیلی که امروز ماند، خب بودن شافعی ها، بودن معتزله، بودن چیزهای زیادی دیگر و این خوب بود. چرا خوب بود؟ وقتی مذهب‌ها با هم دیگر بحث میکند، گفتمان میکند، اینها رشد میکند. کرختی نیست. تو مجبور میشوی که سوال دهی و تو مجبور میشوی که با اون سوال پاسخ بدهی و این یک پویایی و دینامیک را تاسیس میداد. خب
حالت تماما دیگر بود. اگر نگاه کنید در همون وقتی که اومد تیموری لنگ و گفت که همه را نصف میکنیم، همین یک مذهب همه جریان، یک دین، یک مذهب، یک طریقت، حتی طریقت‌های دیگری تصوف و بغیر از طریقت‌های نقشبندی سرکوب کردن، ما با یک دوره رکود و کرختی رو آوردیم. این فوجیه اول و بگیم تاریخی تا یک اندازه افراطی بودن ما و همین خیلی در دایره بسیار تنگ فهمیدن اسلام از همونجا شروع میگیرد که تنها یک قرائت و تنها یک تفسیر و تنها یک فهمش درست هست، دیگران درست هستند، از اون دوره شروع میگیرد و این بگیم که یکی از فوجیه ما. و دوره دوم این است که متاسفانه اصلاحات اسلامی که در ما شروع کرد ناتمام شد. چرا؟ در اصل اینجا شروع گرفت و حتی بسیار دستاوردها هم بودن، جدیدها پیدا شدن، روشنفکرها و چیز و بحثی جدید و قدیم بود. ببینید یک بسیار وقت یک فوجعه عجیب است و یک مضحکه تاریخ در این است که همین افراطی و تندگراها و متعصبها بسیار وقت باقی میمانند، چون که آنها در پروسس جامعه نیستند. بودن جدیدها، بودن اصلاحات طلبان، بودن قدیمی ها و به اصطلاح متعصبان، اصولگرایان. چی شد؟ این جدیدها بعد از انقلاب اکتبر و بعد از چی یا شدن کمونیست، یا شدن ملتگرا، یا شدن پانترکیست، یا شدن دیگه چیز، یا کشته شدن، عموما نیست شدن، رفتن. یعنی تأثیری اگر چند تأثیر گذاشتن ولی خودشون رفتن. ولی اون قدیمی ها باقی موندن، رفتن در کنج ها و چیز موندن، تعلیم خود را ادامه دادن و بعد از سال 43 وقتی که استالین اجازت داد و صدوم تأسیس یافت، یعنی شورای مسلمانان آسیا مرکزی بعداً مدرسه شده شد، چیکار کرد؟ اون ملای قدیمی که تعلیمات اونها و تفسیر اونها البته در عصر 19 کهنه بود، دوباره آمدن و در عصر 20 با اون قول کهنه خود رو زنده کردن. و چی شد؟ و این شد که وقتی که همین جمهوری های سابق شوروی به استقلال رسیدن، اون شناخت و تاثیر از اسلامی که ما داشتیم باز هم احیای چی شد؟ احیای اون تفسیر و قرائتی بود که حتی در زمان بحث قدیم و جدیدی ها کهنه بود، این دوباره شد در لباس نو اومد. از این رو ما در سالهای 90 اون فاجعه رو روبرو بودیم، برای خاطری که برخی از روحانیان، خب نمیگم همه، بعضی از روحانیان یا بعضی از زیایانی که بسیار مذهبی معاب بودن خواستن از همون بگیم، ما نمیگیم ارزش ها، ما نمیگیم تعلیمات، ولی اون فهمش و تفسیری قرون وسطایی رو زنده کردن. و این هم یکی از ریشه های بگیم فاجعه دوباره ما شده که اون احیا و اون عقل بگیم اون کوشش اصلاحات عقلگرایی ما تمام شد و هنوز هم صورت نگرفت. یعنی ما یک چیزی ملی نگرفتیم. بعداً اون دانشجویان مذهبی ما هم که رفتن تحصیل کردن در مکتب‌های مثلا دینی خارجه، هر کس تفسیر و قرائت اون منطقه خود رو آورد و باز از سال بگیم که 2000 به بعد باز برخورد این اندیشه شد. برای رشد تشکلی تفکر انتخابی در مفکوره بخصوص جوانان من فکر میکنم که معارف بسیار نقش کلیدی دارد و میخواستم اندیشه های شما را فهمیدن که سایر معارف کشور باید کدام تدبیرهای کلیدی را مطرح نماید که تا آنی که یعنی که مفکوره جوانان ما، مفکوره نسل امروزه قابلیت تفکر انتقادی را داشته باشد. خب پیش از آن تفکر انتقادی چیست؟ خب یک سوال ساده و در اول می نماید ولیکن مرکب. بعضی مردم حتی وقت کلمه تنقید میشنوند برایش یک چیزی گنده، یک چیزی منفی، یک چیزی که حالا اگر ریشه تنقید نقد کردن بین سره و ناسره، یک چیز مقایسه کردن، یک چیز گفتن که دقیق کردن است. خب اگر همین از اول ما بگیم که همین معنای تنقید و که فکر انتقادی امیست که وقتی برات یک مواد پیشنهاد میگردد تو نباید اون چیزی که در رو است یا اون چیزی که برات استاد تو میگه اما خیلی نچکونده و نریزونده گفتیم که اونا بیان کنی و سوال دی گفته خودم که برای چی میخواد، برای چی خیلی نیم انا ممکن اینی واریانتش درست‌تر باشد. خب ایلیاز پداگوژی خب گفتیم ما با یک چیزا سر و کار داریم. اگر اجازه دهید یک مثال تفکر انتقادی در مثال میراث نیاگان ما، مناظره با خدا ناصر خسرو 100% همین نمونه تفکر انتقادی سوال میدهد. بله، لیکن در مکتب‌ها برای کودکان اصلی اول اگر مثال شکلی بله. خب ببینید که اگر که ما اینو همچون یک متد، یک اصول پداگوژی
در صنف استفاده بره. یعنی چه کنیم که دین در فنای جغرافیا، در فنای تاریخ، در دیگر فنا گفتیم در یک جایگی، در همبستگی هستیم. اینا گفتیم در چیزی پداگوژی یک فنای بین‌سواوی میگن. خود همین علوم انسانی هم یکی علوم است که از گفتیم که بستگی علمی گفتیم تاریخ و فلسفه و فرهنگ و دین البته یک قسمی است از عبارت است. وقتی که گفتیم استاد برای دانشجو میفهمد که انا این گفتیم که تاریخ همین است، فکری تو درباره چیست، یعنی که درباره یک مسئله مخصوص دین بگیریم پیدایش اسلام. خب انا یک مثال بسیار خب اسلام در عصر هفت پیدا شد. امروز عصر چند است؟ خب عصر 21. خب وقتی همون قرآن نازل شد برای پیغمبر گرامی قدرم خیلی است، پیغمبر در چه حالت بود؟ وقتی در مکه بود مثال بگیریم، در مکه ان اکل بیات دوره تاریخه. خوب که عصر هفت یک دوره بود که گفتیم بیشتری مردم عربا گفتیم عربای بت پرست بودن، با وجود البته مسیحی و دیگر دینای ابراهیمی هم بودند، لیکن که وضعیت چگونه بود که یک آیتی مخصوص برای پیغمبر نازل شد. حتی در اسلام اگر خوب بدونید اسباب النزول میگن، یعنی همون کدام سببای بود که یک آیتی مخصوص آمد و نازل شد. مثلا میگه که خب یک بسیار چیزای چه عملات هست در قرآن خب برام این پرینسیپ تاریخیت است. یعنی از لحاظ تاریخ به اون نگاه کردن در کار که همین آیتی مخصوص که اومده است، همون دوره پیغمبر در چه حالت قرار داشت. خب ایروی چیزی گفتیم قرآن شناسی آیات‌های مکگی هستند و مدینگی هستند. اگر که شما مقایسه کنید آیات‌های مکگی خیلی آیات‌های یا که همو چی هستند، رمانتیکی هستند و بسیار نیایش به خدا هستند و چی درباره عبادت برای عبادت. وقتی بر مدینگی میاد، به مدینه میاد اجتماعی میشه، فرنگی اجتماعی. در مدینه الکای جامعه تشکل یافت، به همین خاطر اینا الکای به پیش میرن، دیگر اینا در اپوزیسیون نیستند. خب انا همین چیزا اگر ما برای دانشجو بفهمونیم که شما انا سوال دید وقتی ما اسلام میگیم فقط یک مایل قرآن، یک ما این تصدیق داریم که او یک وحی الهی است، چه اصلا از نگاه تاریخ از اجتماعی بین برای ما حج میره مثلا. خب حج امو مکه امو کعبه پیش از اسلام وجود داشت. امو عرب می اومد اونجا پول میداد زیارت میکرد میرفت. خب اسلام اومد کم در معنیش دیگر که امو پول تا به امروز هم جمع میکنن. بله. خب خیلی رئیس جمهور هم داشت گفتن با جایی که امو پولی که مسلمان ما اگر عقلانی فکر کنیم که در کشور خودمون برای آبادانی وطن تام، برای یک ساختن یک مکتب، برای یک ساختن کلوب و یک چیزی فرنگی ساختن در اینجا صرف کنید بعد درگاه خودمون قبول میشد. یعنی اگر اینا رو براشون میگند لیکن نفهمونن که همون زمینه تاریخیش چیست، او کودکی ندرک کرده نمیتوند که تا به کدام درجه به همین درست بوده. خب این اصلا می گفتم این فکر اقتصادی با سوالا گفتیم که میگم شما گفتید این البته بسیار برخورد عاقلانه است، ولی بیشتر مثلا مردمی ما با مسائل دینی از روی تقلید چی میکنند، یعنی بیشتر آدما نمیتونند مثلا حتی مثلا کسایی که سفر حج میکنند نه اون پیام حج درک میکنند. بسیاری رفتاری که دینی ما متاسفانه و یک سبب افراط شده همین است که بیشتر رفتاری غیر عاقلانه تقلیدی است و به قول مولای بزرگ که ای 200 لعنت بر این تقلید بود، یکی از همین سبب‌های افراط شده بسیار تقلیدی و کورکورانه انجام دادن مراسم دینی است و اون تفکر انتقادی که شما گفتید و چیزی که باید جلب شود، حتما ما راضی هستیم در این چیز. نه تنها از لحاظی بگیم در تعلیم دینی ما میدونیم که خود اسلام و خود مثلا گذشتگان ما اندیشه مثلا نقد یا که دلیل سنجی این روحیه اسلام است و خود قرآن پیام این است که حتی برای مسلمانان دارد که ای اونانی که ایمان آوردید وقتی بعد از شما کسی ناشناس با پیام آمد اون پیام را چیکار کنید؟ دقیق کنید. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یعنی خود قرآن دعوت میکرد که ای مردم به هر گپی که برای شما گفتن باور نکنید بسنجید کی گفت، در از کجا گفت، آیا میدونید، آیا کسی که این پیام رو برای شما رسوند خودش این چیز رو دید ندید، آیا این راست است دروغ است، اگر راست هم باشد به چه هدف گفته شد. یعنی این چیزهایی هستند که میتواند واقعا مسئولیت ما رو جامعه ما رو در برابر تبلیغات افراطی زیاد کردند. شما میتونید مشخص گفتن که مثلا 1 2 3 اقلا تدبیرایی که وزارت معارف ما باید مطرح نظام معارف ما متاسفانه از زمان شوروی میخواد اومد که ما بعضی از اون ظرفیت‌های نرم و ملک‌های حیاتی در دانشجو تشکل نمیدهیم
دادن معلومات، ولی در عصر ما دیگر دادن معلومات روش معروف نیست. برای خاطر که معلومات اینقدر بسیار شد، اینقدر نو می شود که تمام دیگر دریاب نمیکنیم. در اینجا باید ملکه های حیاتی، فکرانی، آموزش معلومات نو، جستجوی معلومات، این از وظیفه اساسی ما. نه تمام جامعه ما، همین دانشجو از آنی که مثلا 10 فرموله را حفظ کرد، بهتر است که مثلا یک ملکه در او پیدا شد که چگونه تواند با استفاده از اینترنت معلومات نو رو پیدا کند و چگونه درست بودن یا نادرست بودن رو سنجیده تواند و چگونه این معلومات رو مثلا در حیات خود تطبیق کند. دادن این نمودی ملکه های حیاتی مهمتر از دادن معلومات زیاد، چون دیگر واقعا هم ما با یک در رشد علم و تکنیک به مرحله رسید که دیگر حیات انسان، نظام معارف نمیتواند همان رو فرا گیرد. یک چیز دیگر هست متاسفانه، همبستگی جامعه گفتیم. من میخوام کمتر از اکسنت از جواب معارف و جواب رسمی به جامعه بریم. تشابه‌های اجتماعی کم است. در ما حرکت ریزاکاری یا والنتیری عموما خیلی کم رشد کرده است. همون اون والنتیرهایی که ما وجود دارد، اینا والنتیرهای در نزد یگان وزارت اداره هستند. این نیست که مثلا جوان‌ها یک این چون تشابه شما میگن. یکی اینجا باز وزارت معارف نقش کلیدی دارد. در مکتب در زمان شوروی همین چی وجود داشت. نه این میتواند از ریشه اون میتواند در مکتب پیدا شود. والنتیرها رو آماده میکردن. و نظام معارف گفتید در برابر تفکر انتقادی، در برابر اون چیز یک چیز دیگر هست. زیبایی شناسی. حس زیبایی شناسی مسئولیت ما رو در برابر تبلیغات افراطی زیاد میکند. ببینید برای چی رفتن داعشی ها آثار تاریخی رو خراب کردند؟ یا طالبان در بامیان آثار تاریخی خراب کردند؟ برای خاطر زیبایی رو ندیدند. برای این تنها فن بود. یعنی حس زیبایی شناسی، یعنی انسانی که زیبایی رو نمیشناسند خشن میشود، افراطی میشود. دو فن مکتبی که دو فنی که در تعلیمی که باید که در ما احساس زیبایی رو رشد دهد، یکی موسیقی است، سرود موسیقی، و یکی صنعت تصویری. در مکتب‌های ما به طوری باید و شاید درس داده نمی‌شود. یعنی هر معلمی که هیچ درسی پیدا نشد بعد معلم سرود میشود یا معلم رسم میشود. و وقتی که این سبب اخلاقی هم همین است، کاستگی اخلاقی هم همین است. وقتی جوان زیبایی رو نمی‌شناسد، او دشنام می‌دهد، او جنگ میکند، او میرود خیلی چیز خراب میکند. شما باور کنید همین هنر، موسیقی، هنر تصویری و هنرهای نفیس انسان رو انسان میسازند. حس زیبایی انسان رو انسان میسازد. و یک بچه، باز مثال میبرم از اون تاریخ‌های ناموفق تبلیغات افراطی، یک بچه قریب بود که افراطی میشد، قریب بود، یعنی بسیار با یک گروه سلفی گشت، بسیاری چیزاش برای او پسند آمد و قریب بود که مثلا بعدام اون گروه میرسید. تنها یک چیز عامل شد که رو باز داشت، او بچه در مکتب موسیقی تحصیل میکرد و خیلی موفق هم بود در پیانینو نوازی. میگه که آخه میگن که پیانینو نواز حرام است. او 7 سال خوندم و چون 7 سال خوند برای ارزش دارد و موسیقی برای زیبایی هست. باز داشت. یعنی این هم میتواند، ما فقط درباره آگاهی میگیم ولی این نیروهای نرمی که بسیار موثرتر است. ولی همین در حقیقت یک همبستگی بین همین تشبسایی که در طرف شما مثالای خیلی جالب آوردید باشد و باز از طرف جامعه و از طرف نیادهای دولتی و قدرتی که اصلا اگر دستگیری بیاورد گفتیم که نوران علی نور میشد. خب با همون سوال شما که مثال چیکاره گفتیم عریق و دقیق باید انجام داد که پیش روی کار حد اقل بگیریم، فکر من با است که ما باید یک برنامه گفتیم بین ساوی تعلیمات دینی را در همکاری با همه نیادهای دولتی، با کمیته دین، با وزارت معارف، با وزارت فرهنگ، با جامعه مدنی یک جا بشینیم، یک برنامه تعلیمی را تشکیل بدیم که بگذار از مکتب‌های ابتدایی تا به مکتب‌های عالی برایشون یک دستور عمل باشد. البته با تمام کلی قد گفتن نمیدونم که پیش رو را میگیرد چیزا را، لیکن در پیشگیری سمی گفتیم ارزنده گذاشته میتونه. در حقیقت ما میخوام که جوانای ما یک فکر خوب انتقادی گفته اختیار داشته باشند، بعد جامعه یک نظر نیک داشته باشند، گفتیم که گفته اختیار زیبایی را دوست بدارن و با اسپورت و با دیگر چی مشغول شوند. امو اساس امو چیزی گفتیم که بنیادی او از باغچه سر میشد، بنیادی او از گفتیم مکتب، از خانواده. یکی از چیزهایی که پیشگیری واقعا هم
افراط شویی را میتواند چی کند؟ این همین فضای مهر و محبت در خانواده است. از لحاظ روانی ما بعضی از آن افراطی‌هایی که در زندان‌های تاجیکستان است، من خب ما یک جزئی گروه بودیم، روانشناسان دیدن میگه بیشتری از اونها صدمه کودکی دارن، در خانواده مهر ندیدن، عاطفه ندیدن و همین باور کنید اگر هر روز که از کار اومدی یا بر کودک تبع آغوش گیری، این خیلی کودک خرسند میکند و مثلا استوارتر میکند در برابر همه اون خطر و چالش‌های. این هم مثلا بهرهای خانواده فضای مهر و محبت بسیار مهم است. ما این چیز رو دیدیم که یک قسمتی از همین بچه‌ها در برابر اینکه خیلی موفق بودند و در خانواده‌های خیلی موفق هم تربیت یافتن، ولی در خانواده اونها چونایی که گپ نقل میکنن همین فضای محبت نبود. صحبت میکنه میگه تو برادر مثلا پدرت یک آدمی موفق در مادر میگه چی میگه من پدر من ندیدم، سحر میگه بیدار میشدم پدرم در کار است، میگه من خوابم میبرد پدرم میومد، مادر همین این واقعیت است. ولی پدر و مادر شخصای نمونوی جامعه ما هستند. در جامعه خودمون به تمایل به نظر می رسد که امروز مثلا مسلمانی جامعه ما برای مقصدشون نه به او خاطری که مثلا انسانی واقعی یک انسانی حقیقی باشند، تنها به خاطری یعنی که جستجوی حقیقت، یعنی درباره بهشت، یعنی که اعتقاد دینی اونها فقط در اساس همین افکار یعنی که عملی می شود. و در اینجا یک اندیشه کارل مارکس را میخوام با شما یک دیده برایم، واقعا این یک پلوی دیگری مسئله است. البته این یک تفکر انتقادی است یک مناسبت دیگر است به این مسئله. این چیزی که مارکس دین را همچون افیون مردم عنوان کرده است و به اندیشه او دین برای صنف حکمران یک ابزاری است که امور را اداره میکند. یعنی مارکس میگوید که تخیل تحریف شده اوید به موجودات دنیای دیگر مردم را از حیات واقعی دور می سازد. یعنی فکر انسان را درباره بهتر نمودن وضع واقعی یعنی که دیگرگون میکند، پریشان میکند. یعنی امروز عمل و افکار اکثریت مردم رو در جامعه میبینیم واقعا همین چیز رو به نظر میرسد. اندیشه شما چی است در این باره؟ ما فکر میکنم که خیلی این عقیده مارکس البته تا درجه از اتئیسم ستیزجویی که در دوران شوروی در عمل تطبیق سرچشمه میگیرد و البته اون وقتی اتئیستی شد یعنی انکار خداست. خوب یعنی ما در اینجا به هیچ وجه گفتنی نیستیم یا که خدا رو انکار کردنی هم نیستیم، لیکن تعلیمات درستی دینی با یک بار تکرار میکنم که اگر چی باشد به ایالت نمیرسد، لیکن در بعضی ایالت‌ها سخنش البته جا دارد، البته جان دارد. این یک پهلوی فقط مسئله جان دارد، اما به فکر یک مثال گپی خیلی یک باره چی هم دارد که دین افشون خلق است. خب لیکن بعضی اینا به هر خیلی شر میدین با دیگر معنا میگن. فکر شخصی ما این گپ خیلی بجاست که دین افشون است. برای چی؟ برای که دین دین وابسته است به اعتقاد، یعنی به اون چیزی که ما باور داریم، به قوای فوق الطبیعی که در بالا است و همه چیزی که ما گفتیم که زندگی ما و هستی و بودی ما و همه مخلوقاتی که در روی زمین است اداره میکند. خب خلاص اگر همین اعتقاد فقط اعتقاد خالی احساساتی باشد و در اساس او 5 عضوی گفتیم که 5 گانه ما 35 گانه ما اگر کی ما اون گفتیم که نسنجیم، او در حقیقت با یک تریاک تبدیل می‌یابد. یعنی یک وقتی که ازت بگذرد رسوا شود، یعنی با اون درجه میرساند که تو از عقل دیگر کار نمیبرد. خب شراب یا تریاک چی است؟ شراب و تریاک یگانه کاری که میکند این معینه عقل انسان خراب میکند و انسان در اساس چیش کار میکند؟ در اساس احساساتش، در اساس هیجانش، چیزی همون چیز حیوانیش در او بالا میبرد. و همین بسیار تروریستایی که ما دیدیم همین کارا کردن، دیگر اون سوال ندادن، عقل نکردن، عقل جوی نکردن که چیکار. لیکن باز میگیم که اگر که به یک اندازه به یک سطح خوب معین اگر اجرا شد، دین این نوشداروست، مثل یک نوشداروست، کمش داروست و زیادش زهر است. یعنی اگر که باید هم یک بالانس یک توازن نگاه داشته باشه، در حالی که توازن داشته باشه تو به اون درجه مسیحی که از خود روی عقل به کار نبری و رفتن نمیرسه. در دوام اون چیزی که گفتید البته یک چیز است، مارکس شاید از مظلوم‌ترین آدمای در ما شد که نه در دوره شوروی را درست می‌آموختند نه بسیار چیز. خب ما بیرون از مسئله خود فلسفی بودن نبودن خدا بگیریم، از لحاظ اقتصادی و اون اجتماعی اون چیزایی که میگفت شاید بسیار چیزای اون واقعیت هم دارد و بیاید بزرگان و بزرگان بها میدهد.
محمد اقبال لاهوری در این خصوص درباره مارکس میگوید که صاحب سرمایه از نسل خلیل، یعنی اون پیغمبری به جبرائیل، زان که حق در باطل او مضمر است، قلب او مومن دماغش کافر است. چون که اگر ظاهرا هم بعضی چیزا بسیار کفر تابد، ولی در اصل این چیزهایی که میگوید واقعیت دارد، مثل افیون و چیز. و مارکس و فروید و اون بزرگایی که گفت دیگری که مثلا در اندیشه مدرن تاثیر کردن در رابطه با این چیزهای گفتن و واقعیت بعضی از پهلوهای درست بودن آنها را ثابت میکند. خب گفتیم انگیزه ها و غریزه ها و چیزایی که فروید هم گفته بود یا مارکس. من برای خودم یک سنجش داشتم میانی همه افراطی های خدمو که افراطی واقعی نه اون چیزای درجه پس، اونایی که جنگی بودن و آماده بودن که انتحار کنند. پرسیدم که شما برای چی میخواید بهشت؟ خب من 76 نفر پرسیده شد از همین افراطی های واقعا سرسختی که در ما هستند یا در زندان بودن یا در مرافعه. برای خودم که بهشت را چی میخوام در بهشت؟ میگم ما بهشت میریم. خب برای چی؟ از همین 76 نفر 72 نفر یعنی تقریبا 90% گفتن که ما بهشت میریم برای خاطر حورهای بهشت، قصرها و همون نهر شیر و عسل. یعنی بسیار چیزای به اصطلاح پریمیتیو و پستی، یعنی خوردن و همین غریزه شهوانی چیزی نیست دیگر. یعنی نگفتن که مثلا ما بهشت میریم برای خاطر مثلا که پیغمبر رو ببینیم یا در اونجا مثلا دیداری مشرف دیداری مبارک چی شویم یا برای خاطر اون بهشت بریم که مثلا از حوض کوثر چی شویم، یا کسی نگفت که مثلا مثلا پیامبر و امام و بزرگا رو ببینیم، یا کسی نگفت که حتی نگفت که من بخوام بهشت که پدر و مادر رو ببینم. تمایل عینیت دینی یعنی که افزایش عینیت دینی بر عینیت قومی در جامعه ما به نظر میرسد. با اندیشه شما این خوب است برای جامعه ما یا که یگان خطری دارد؟ عینیت یعنی شما پیشنهاد نظر دارید هویت دینی و هویت قومی. خب اگر که از لحاظ تاریخی بگیریم هویت دینی تاریخی زیادتر دارد، تاریخی گفتیم که غنی‌تر دارد نظر به او که گفتیم هویت قومی یا اینکه هویت ملی که بعد گفتیم پیدا شدن. خب از شما قید که تاریخ اسلام تاریخ زیاد 1400 سال دارد و در کشورهای ما از عصر اکای 7 8 خب آخرش دای طرف مردم الکای پورا مسلمان شده بودند و البته هویت مسلمانیشون انکشاف بود، لیکن در برابر این او چیزایی که امروز ما اونها رو همچون یک جزئی ارزش‌های قومی و ارزش‌های ملی میگیم که زبان و انا فرهنگ و دیگر چیزا هم باقی موندن تا به امروز آوردن. خب این هویت داشتن مردم. خب بعدتر وقتی در البته این کنسپت اروپا است که یک تعلیمات ملی را بود، ملت به معنای نیشن یا که ناتسیا، این نه اون است که گفتیم یک کنسپت ساختن به خاطر ساختن دولت‌های ملی. خب بعدتر تاثیرش به ترکیه آمد و ترکیه به آسیای مرکزی گفتش مفت جدید و دیگر رو. خب در زمان شوروی گرفتن برای ما گرفتن جور کردن ارزش‌های قومی. البته ارزش‌های قومی از او ارزش‌های ملی که گفتیم در اروپا و دیگر بود فرق داشت. یعنی ارزش‌های قومی در اساسی که تو مثلا تاجیک هستی، ازبک هستی، قزاق هستی، دیگر چیز هستی، نه که شهروند و تبار یک دولت. خب مثلا امروز هم البته ادامه داره در تاجیکستان، مثلا ما قوم میگیم قوم تاجیک دیگرها، لیکن اگر تاجیکستانی بگیم همه این مردم در چارچوب چی میشد؟ و ارزش‌های گفتیم تاجیکی بودن، هویت قومی تاجیکی بودن ما البته دائم در خون و در رگ و بوم این مردم بود و این البته باز امروز در دولت احیا می‌گردد با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان. خب اصلا بعد از پاشخوری‌های شوروی این عمل که یک روی احیای فرهنگ ملی سر شده است. لیکن باز هم که البته همین چیزی که بسیار گفتیم تاریخ 1400 ساله یک کوره اینا از بین بردن یک کاری خیلی چندان آسان هم نیست و ما طرفدارم نیستن که ارزش های بهانه، لیکن در برابر یک دیگر وجود داشته باشند. در این سوال البته کارای زیاد بود کرد که تو باید مردم خوش احساس کنند که اول و کیست. باز برمیگردیم هویت چند گفتیم که همون ماتریوشکای روسی که مرد بود احساس که من اول کی هستم، اول همچون انسان هستم یا که اول نام من عبدالمحمد است، بعد من انسان هستم، من تاجیک هستم، بعد مسلمان هستم. من همین چیزا را باید که همین هویتاش انسان با اینا فرق گذاشته تواند. در اون صورت در اون میتواند هویت تباری، هویت قومی ملی تاجیکیش بازم گفتیم که استوار باشه. ولی درست است همین تاجیک خودت مفهوم تاجیک ما بریم در طول تاریخ
مفهوم جنوب نشمان مفهوم معاصری ملت سیاسی رو نمیگیرم. اگر شما همین از عصر تقریبا 10 از همین تا حاضر ببینید معنای لغوی تاجیک و معنای اصطلاحیش مسلمان فارسی زبان بود در مقابل ترک و دیگر چیز و در درون همین مفهوم تاجیک همین قسم اسلام چی بود و اون کسایی که مسلمان نشدن پارس بودن اون پارسای هند یعنی تن زبان. ولی ببینید در طور تاریخ اسلام در برابر اون بعد چیزهای زورایی که ما رفتن جاگزین شدن ولی همین تاجیک عرب نشد و همه بزرگان ما در برابر خدمت به اسلام کردن چی شد نه از اصول زبانی نه از اون عنصرهای قومی خود دست نکشیدن. حتی مثلا بیاد شروع میکنم از امام اعظم در کتاب فقه تبریز یک کتابی در که 6 صفحه است یا 7 صفحه کتاب کلام نیست در همون جو خب کتاب به عربی است در آخرش 4-5 کلمه به فارسی داره همین نیاز نبود لیکن برای چی همین فکر من است برای اینکه نشون داد که من فارس هستم همین برای خدا و با چیز چند 4 کلمه فارسی در آخر وقتی با فارسی همین خیلی گفته میشود این یک اشاره هست برای خواننده که من عرب نیستم من فارس هستم اگر نه همین نیاز به آورده همین 4 کلمه فارسی چی نبود میتونید به عربی همین فکرش بیان کنید همین مثال یا ببینید بدتر خیلی فردوسی که سر جوش ابن سینا خب هم با فارسی میدونید هم به عربی میدونید برای خاطری که زبان علم اون زمان بود ببینید نگاه کنید کسی نباشه خب مولانا سر جوش است ناصر خسرو من که به پای خوکان نریزم من خدمت دوری نفس دری رو یعنی با زبان یعنی این چیزا هست که مسلمان بودن اونها هیچگاه توجیه بودن اونها رو این کار نمی‌کرد. حالا امروز یک این اون چیزی که ما امروز می‌بینیم این رو میگن این یک نمودی نیروی صنعی هست وارداتی است و با طور صنعی خب اینو قدرت‌های هستن که برای جوان در جوان یک نیزو رو می‌گذارن تا اول توجیه و مسلمان همین سوال گذاشتن سوالی غلط است و سوالی است که در اون نیزو دو بیچاره کما میگه که خب اگر بگم که من اول فرق بین است گویا که نه ایزا گناه میکنم ما توجیه برای من حالا که در درون توجیه خودش همین چیزی اسلام چه هست بگه که من توجیه کنم وقتی که من توجیه کنم خودش مسلمان بودن در داخل همین چیز هست یعنی این یک نمودی برای خاطر همین بحران هویت ساختن بسیاری وقت حتی ما نگاه میکنیم خب داریم موادش چگونه جلب میشه افراطی رو همین میگه تو تاجیک یا مسلمان گپ زن چرا بچه حیران میشه این همین سوال گذاشتن همین سوال عموما درست است صرف نظر اون که جواب چی نباشد همین سوال گذاشتن این ساختن نیزوی هویتی نیزوی صنعی هویتی در آدم هست همین وقتی که مثلا ما توجیه بودیم ما مسلمان هم بودیم ما فارسی زبان هم بودیم ما عربی بودیم هیچ کدام از این عنصرهای ما در تضاد نبود من مثالی که ما در نام خودم و در مراسم هایی که خودمون میبریم کدام مراسمی لازم بریم از این مراسم های عروسی ما یا مراسم مثلا دفن ما یا از تولد تا دفن مراسم های ملی ما با مراسم دینی آمیخته هستند و به طوری بگیم که بسیار طبیعی در تضاد نیستند. وقتی شما درباره نیزوی هویتی گفتید در سطح منطقه احتمال پیدا شویش وجود دارد؟ نه دارد و تحلیل ها هم نشان میدهد که در 3 چیز یکی تبلیغات افراطی شدت میگیرد تبلیغات افراطی میگذارد به فضای اطلاعاتی بیشتر دوم اینکه در برابر استفاده مثلا عنصرهای دینی بیشتر برای ساختن چنین نیزوهای هویتی بله صنعی یعنی مقابل گذاشتن در تضاد گذاشتن عنصر دینی و عنصر قومی و ملی یا که عنصر محلی این چیزها و سوم این چیز است که متاسفانه هنوز همبستگی جامعه با جامعه بین خود با نهادهای دولتی با سازمان‌های بین‌المللی و شریکان رشد جامعه جهانی هنوز حالا در اون سطحی که مسئولیت اجتماعی و استواری رو در برابر همین چالش‌ها کند هنوز هم به اون درجه‌ای که میباید نیست و ما باید بیشتر در این سمت فکر کنیم چگونه توانیم که همین از یک به اصطلاح باغبان یا از یک راننده تاکسی تا وزیر همه در همین چیز هماهنگ باشد این بسیار مهم است. من با فکر رسان راضی هستم البته اون مسلمان بودنشون یک بار تاجیک بودنشون این کار رو که ازبک بودنشون ما میدونیم که مردم مسلمان هست هیچ از اون چیزی رو نمیگن لیکن کدام هویت اسلامی خب نه هویت اسلامی افراطی که امروز تعمیل میکنن بالای مردم بله
ریشه های وهابی و سلفی و دیگر چیزایی که عموما با اسلام رسمی مخالف عرب شوی توجیک است. بله همین تمایل هست در ما متاسفانه گفته برادر من که این تعداد این سرا هستن لیکن ما فکر میکنم که تا اون وقتی مثلا امو سیاست امروزی دولت و اون اما کشورهای مرکزی که هستند در این چیز دارن یک باید شباهت دارن در نسبت به شرایط و همکاری با جامعه جهانی با تشکیلات‌های دولتی و غیر دولتی با شریکای رشد خب اونا هم الان هدفشون نیست که اسلام به چیزی تندگرای مردمی مدرقه به یک مردمی تندگرا تبدیل بیان نام تاجیک ان شاء الله که دیگر در یگان رسانه با مثل یک تروریست و مثل یک چیز نیاید خب یک امید و آرزوی ماست برای آینده ملت